پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده، سلام. من امیر فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. همونجوری که در تیتر برنامه هم دیدیم، یه خبری به دست ما رسید که مهران مدیری، کارگردان، نویسنده و بازیگر مشهور و محبوب ایرانی، گویا قصد داره که برای همیشه از ایران مهاجرت بکنه و منم یه دونه استوری گذاشته بودم، حالا تاریخ و ساعتش هم میگم. اما قبل از اینکه من در خصوص مهران مدیری صحبت بکنم، چند روز پیش ما یک استوری گذاشته بودیم و از دوستان خواسته بودیم که سوالات خودشون رو بپرسن. حالا توی سوالات مردم در خصوص مهران مدیری هم بود. یکی من سوالاتی که شما گفتید، من 9 تا سوال رو جدا کردم برای قسمت اول پرسش و پاسخ و کامنت هایی که برای ما گذاشته بودیم و حالا دفعات دیگه هم اعلام میکنیم در پیج اینستاگرام من و سوالات رو یکی جواب میدیم. به مهران مدیری هم میرسیم و سوال فکر کنم دوم سوم اگر اشتباه نکنم. بله، سوال اولی که بوده و خانم کیافر پرسیده بودن، گفته بودن که خداییش این همه عکس و اطلاعات رو از کجا پیدا میکنید؟ خب خیلی سوالات زیادی بود. آقا این منبعتون کیه؟ یکی میگفت آقا به اطلاعات وصلی، یکی میگفت به سپاه وصلی، یکی میگفت نه به اطلاعات سپاه وصلی. خلاصه خیلی از این اتفاقات، مثلا بارها هم گفتم در حوزه خبرنگاری همیشه ما منبع‌های خبریمون پنهان و محرمانه، گاهی وقتا توسط مردم این اتفاق برای ما میفته و گاهی وقتا توسط سرچایی که خودمون انجام میدیم و گاهی وقتا هم توسط دوستان و افرادی که من حالا توی ایران و سایر کشورها دارم، بعضن کسانی که فعالیت خبرنگاری میکنن به من کمک میکنن و اطلاعات و عکس‌ها رو به ما میدن. در خصوص سری افرادم که دوست دارن به ما اطلاعاتی بدن یا آماری به ما بدن، میتونن ما دایرکت بدن یا پیام بدن یا ایمیل بدن و کاملا منابع ما که اخبار رو میگن یا اگر مردمی که میخوان این اخبار رو به دست ما برسونن 100% محرمانه خواهد بود و محرمانه بودن منابع اصلا جزء قوانین خبرنگاری و ژورنالیستی هستش و هیچ دادگاهی و هیچ نهادی اجازه نداره که از کسایی که کار خبرنگاری، کار رسانه‌ای میکنن با حتی اعتراف یا حتی با اصطلاحاً شکنجه بخواد منابع خبری رو بگیره از دستشون که منابع خبری که هستش. حالا ایران یه مقدار قضیه فرق میکنه، چک مکو اینا میذارن فرق میکنه. این سوال اول بود. من سعی می‌کنم خیلی کوتاه جواب بدم که حوصله‌تون سر نره. یه خانم، فکر کنم خانم زهرا اگر اشتباه نکنم، مثلا گفتن که کارگردان مشهور آقای میم کیه که قرار از ایران بره؟ بله، آقای مهران مدیری هستش که با پرواز 400 شماره پرواز 491 تاریخ 29 جون سال 2021 با پرواز تهران دوحه، پرواز قطری، ساعت 5:45 صبح میپره. اسمشون هم تو لیست پرواز هست. شنیده شده که ایشون میخواد بره کانادا و برنگرده و قسمتی از حجم زیادی از پولهاش رو هم به ارزهای دیجیتالی مثل تتر و بیت کوین تبدیل کرده. این خبری بوده که به دست ما رسیده. یعنی شما 29 جون سال 2021 برید شماره پرواز 491 رو چک بکنید. نام مهران مدیری توی لیست مسافرها هم هست که داره میره دوحه قطر، از اونجا هم احتمالاً به امریکا بپره. این آخرین خبری بوده که به دست ما رسیده. حالا شاید هم بخواد برای مسافرتی بکنه و برگرده، ولی خب این خبر یه مقداری اون کسی که منبع خبر ما بوده اینجوری گفته که گویا قرار نیست برگرده. حالا به حال شخصیت محبوبی مثل مهران مدیری فقط توی ایران اون محبوبیت رو نداره، بین ایرانیان خارج از کشور هم این اتفاق براش افتاده. امیدوارم که تصمیم درستی بگیره، چون بیشتر کسایی که حالا کار منشیگری میکنن خصوصا در صدا و سیما و در مدیاهای داخل ایران بعد از اینکه مهاجرت کردن بیشترشون دیگه اون محبوبیت قبل رو ندارن و حتی مشهوریت قبل. نفر بعدی خانم زینب هستن، گفتن که آیا قیمت طلا و خونه و ماشین میاد پایین؟ امیدوار باشیم. توی ویدیوی کاملا توضیح داده بودم. ویدیوی قبل از این ویدیویی که الان منتشر کردم هست در کانال یوتیوب برنامه پشت پرده که راجع به دوست دخترها اینا صحبت کرده بودم. دولت روحانی
تا روزی که بخواد قدرت رو تحویل بده به آقای رئیسی سعی میکنه که قیمت یورو و دلار رو پایین نگه داره، حتی قیمت خونه رو هم تا جایی که بتونه، البته بعیده، کاهش میده که بتونه دولت رو با بهترین حالت ممکن، چون آخرین روز کارنامه آقای روحانی اصطلاحاً ثبت میشه که با این قدر دولت رو تحویل داده، سعی میکنه که قیمت‌ها رو فیک بیاره پایین که بگه آقا من این قیمت رو تحویل دادم که نفر بعدی هم که قطعاً آقای رئیسی باشه دولت رو تحویل بگیره، یهو قیمت‌ها میکشه پایین، چون میکشه بالا، چون به صورت فیک اومده بود پایین. بعد از اون باید یه راهکار رو بیاندیشن که سعی بکنن که وضعیت اقتصادی درست بکنن. امیدوارم که توی ایران بانک‌های حتی ارزی هم باز بشه که دوستان بتونن یورو دلارشون رو بزنن تو بانک. البته خیلی اعتماد ندارم، میگن پول ما رو میخورن و توی بانک مثلا یورو دلارشون رو بذارن، 100 یورو 100 دلارشون رو بذارن توی بانک. از اون طرف هم با همین دستگاه خودپرداز وقتی میخوان برن پول بگیرن میتونن از همون دستگاه معادلش رو تومن بگیرن، یعنی دستگاهشون تبدیل بکنه به یورو و دلار و تومن بگیرن و خیلی راحت میتونن جابجا بکنن با مثلا درصد کمی اصطلاحاً حالا مالیات اگر بگیرن. نفر بعدی گفته که برای جمع‌آوری افشاگری‌های خودت تنها فعالیت می‌کنی یا گروه داری؟ خب طبیعتاً من یک اتاق فکر دارم، یک تیم دارم. حالا خیلی‌ها فکر می‌کنن من میگم سلام من امین فردین به همراه تیمم هستم، 20 نفرانه این پشت نشستن و تیم منن، در صورتی که اینها نمیتونن تیم باشن. اینها شاید دستیارها یا کسایی باشن که همکار منن، جزء تیم اتاق فکر من نیستن، چون امروز ممکنه تقی پشت دوربین باشه، فردا ممکنه نقی باشه. ولی خب چارچوب‌های فکری ما توسط اتاق فکر هستش، از دوستای خیلی خوب من که به من راهنمایی میدن و کمک میکنن و تو این سالا با من بودن، هیچ پولی هم از من نگرفتن و دمشون هم گرم. نفر بعدی گفته که این سعید عزت‌اللهی با کیه که حلقه دستشه. اینو برای نمونه گذاشتم، خیلی از فوتبالیست‌ها و بازیگرها و خواننده‌ها رو اسم برده بودید. حالا سعید عزت‌اللهی مثلا یه مدتی با طلا پروانه بود، ولی خواهشاً اگه می‌خواید بپرسید، حالا من توی قسمت بعدی هم خواستم پاسخ بدم، دیگه تک تک اسم نیارید، چون من هر کدوم از این افراد بر اساس شرایط و بر اساس زمان ویدیوهاشون رو منتشر میکنم، هر زمان و هر مکانی باشه و میگیم دیگه راجع به افراد، راجع به بحث حالا فسادهای اخلاقی و مالی و پولی خیلی از بازیگرها و فوتبالیست‌ها و خواننده‌ها هم صحبت کردیم. در آرشیو ویدیوهای یوتیوبی برنامه پشت پرده هستش، میتونید سر بزنید و ببینید. در خصوص سعید عزت‌اللهی هم قبلا صحبت کرده بودیم، حالا این بنده خدا اصطلاحاً الان نمونه بود. همچنین راجع به شهاب حسینی ترانه علی دوستی گفتن که شهاب حسینی معمولا اعلام میکنه که از خانمش جدا نشده، ولی خب گویا رسما اعلام شد که شهاب حسینی از همسر خودش جدا شده و در حال حاضر با ترانه علی دوستی هستش و این ترانه علی دوستی از شوهر خودش جدا شده. شهاب حسینی هم از همسر خودش جدا شده، از زن خودش جدا شده. در حال حاضر میگن که این دو نفر با هم دیگه ازدواج سفید کردن و با هم زندگی میکنن. این خبری بوده که منتشر شده. خیلی این تیپ پیامایی هم میاد که جان آقا مصطفی فرستاده، گفته که ناموسن از وجدان نمیگیری، با آبروی مردم بازی میکنی. ببین دوستان، من سعی میکنم که توی رسانه پشت پرده نه آبروی کسی رو ببرم، نه اصطلاحاً رفتاری رو بکنم که چند ماه بعد یا چند سال بعد عذاب وجدان بگیرم. ما در رسانه پشت پرده آبروی کسی رو نمیبریم، ما فقط واقعیت‌ها و حقایق رو میگیم. همیشه من یه مثال میزنم برای کسایی که حالا از من این سوال میپرسن، میگم که یه چراغ قرمز، یه شخصی با سرعت 100 کیلومتر از چراغ قرمز رد میشه بدون اینکه وایسه. در همین آلمان مثلا اینطوریه. اگه مردم آلمان ببینن بلا فاصله زنگ میزنن به پلیس، میگن این ماشین با سرعت 100 تا از چراغ قرمز رد شد. چرا؟ کسی بهشون نمیگه که شما میرید نمیدونم آبروی طرف رو میبرید یا دارید طرف رو ظالم میکنید. طرف با خودشون فکر میکنه که این طرف اگر از این چهارراه با سرعت 100 تا رفته، از چهارراه بعدی هم میتونه با سرعت 100 تا بره و بزنه یکی رو زیر کنه و بکشه. بنابراین سعی میکنن که این موضوعات رو کنترل بکنن. گفتن واقعیت با بردن آبرو زمین تا آسمون فرق داره. خیلی به من میگن که آقا ما یه چیزی رو به شما بگیم شما افشا میکنی و ما نمیتونیم به شما اعتماد بکنیم. من همیشه شعار دارم، میگم من آدم افشاگری هستم اما رازدارم.
چیزی رو که خودم کشف کنم افشا میکنم، اما چیزی رو کسی به من به عنوان راز بگه نمیگمش. این در این خصوص. و اینکه ما اگر یه واقعیتی رو بگیم چرا از وجدان بگم؟ شما به جای که برید به اون طرف بگید آقا این تخلف رو نکن، نه یا ریا بکن، نه یا برو با 10 تا آدم باش نمیدونم جلو دوربین یا قرار ببند اینجا جای مرد، بعد برو پشت دوربین 10 نفر رو بمال و هزار تا کثافت کاری رو دیگه بکن. اینکه به جای که اونو ببینی منو میبینی. این دیگه اسمش عذاب وجدان نیست، گفتن واقعیت. همیشه هم گفتم در همه جای دنیا هم هست. سبک ما هم سبک پاپاراتزیه. بله سلبریتی ها خوششون نمیاد از پاپاراتزی، اما مردم عادی حداقل یه قشر زیادشون سیستم پاپاراتزی رو دوست دارن در همه جای دنیا و یه سبکی هستش که دنبال میکنن و این بازدارنده هستش، چرا که دیگه اون سلبریتیه، دیگه اون آدم معروفه میترسه از اینکه یک خلافی رو بکنه، یک کاری انجام بده، چون که میگه یه زمانی ممکنه افشا بشن، یه زمانی ممکنه که مردم بفهمن. اگه اینطوریه ما باید بریم به ماشینای پلیس هم ایراد بگیریم، به دوربینا هم ایراد بگیریم، بریم مثلا به اداره پلیس بگیم شما از وجدان نمیگیری این همه دوربین میذاری مردم رو جریمه میکنی. اون این کارو انجام میده که کنترل بکنه که تو سرعت بیشتری نری 4 تا کوچه پایین‌تر یکی دیگر رو زیر بکنی. طولانی شد. در خصوص پویان مختاری عکسش با نشید حسینی هم میگید میلاد آتمی. خب بله دیگه مدت پویان مختاری با نشید حسینی هم دوست بود. خانمی که رفت با حسن آقامیری لایو گذاشت که من رفتم ترکیه و فقط رفتم با مامانم خرید، بعد عکسش در من تو خونه طرفم بوده، ما که نگفتیم تو خونه طرف بوده. عکسش هم خود پویان مختاری گذاشت و هزار تا دروغ گفت تو لایو حسن آقامیری و حسن آقامیری هم که متخصص ماسمالی کردن این تیپی و اصطلاحاً از این سبک کارها انجام میده. الان هم با پسر ریختگران من شنیدم دوست شده نشید حسینی و حالا نمیدونم رابطه‌شون به کجا رسیده. حالا یه خرج ریز بالای چند صد هزار دلاری هم پویان مختاری براش کرده بود که حالا نمیدونم وضعیتش به کجا رسید. این قضیهشون بوده که با هم دوست بودن، می‌خواستن یه سری کارهای بیزینسی هم بکنن که به نتیجه نرسیده. خواستم بگم در خصوص لیست 11 نفره بدهکاران بانکی که دسته های همتی هم بگید. آره اینا هم من شنیده بودم، دارم یه لیست 11 نفره من دارم که گفته بودن این لیست 11 نفره بوده که عنوان شده بوده توسط اصطلاح دوستان آقای همتی که در مناظرات هم اومده بود و گفته بود. من سعی میکنم که در یک برنامه مفصل راجع به این لیست صحبت بکنم، چون خیلی طولانیه یکی بخوام راجع به این لیست صحبت بکنم، ولی حتما به زودی یه برنامه میذاریم و مفصل بهتون راجع به این لیست 11 نفرم میگم. در صورت این چند تا از سوالاتی بود که مردم پرسیده بودن. این قسمت اول سوالات بود چون ویدیو طولانی میشه و دوستانم حالا دوست ندارن تایم زیادی ویدیو ببینن. در برنامه بعدی سعی می‌کنیم که سوالات بیشتری رو جواب بدیم و دمتون گرم و مرسی که تا این لحظه با ما بودید. کامنت هم بذارید زیر این ویدیو، من به سوالات جواب میدم، حتما ببینم استثنا اگر سوالی دارید. و کامنت ها چرا نمایش داده نمیشه؟ کامنت ها برای ما میاد، ما می‌بینیم اما شو نمیشه. دقیقاً مثل صندوق انتقادات و پیشنهادات، شاید خیلی از دوستان یه سری نظرات بخوام بدن که دوست نداشته باشن بقیه بدونن، چون یه عده میگن که ما خیلی دوست داریم که کامنت های بقیه رو ببینیم. ما ویدیوها رو حالا تو اینستا اگه اشتراک کردیم اونجا کامنت های بقیه رو میتونید ببینید، اما در یوتیوب مثل صندوق انتقادات پیشنهادات دیگه شما دیدید دیگه، مثلا تو صندوق انتقادات پیشنهادات شما نامه رو میندازی، نظرتو میندازی، ولی نمیتونی ببینی که بقیه چه نظری دادن. اون رئیس، اون شف یا اون مدیر میخونه نظرات رو و اعمال میکنه. اگر نظر شما سازنده باشه قطعا هم هست. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید و ممنون.